خوردم. یکی از صدمه هایی که از کتک خوردن رو موند به خاطر بد درست کردن رخت خواب، زن پدرم با لگد از پله ها من انداخت که لبه پله رفت تو سرم و پشت سرم 7 بخیه خورد. تو بیمارستان سینا از این بخیه های آهنی هم زدن بهم. و عصرشم داشتم میرفتم قزوین برای پرورشگاهی های قزوین قرار بود برنامه اجرا کنم با سر بسته و بعد به من گفت به پدرت بگی میکشمت و به پدرم گفتم پام لیز خوردم. عجب. راجبش زیاد حرف نزنیم. ولی من به خاطر برادرم خیلی قصه خوردم، به خاطر اون